خیلی جا شده که خانواده خیلی رفتن رو اعصاب من، یعنی توی تصمیماتی که میخواستم بگیرم یا جایی که میخواستم قدم بردارم همیشه انگار پشت سر من بودن. یعنی یکی از خیلی چیزای ساده‌ای که تو زندگی من اتفاق افتاده و از بچگی تو گوش من بود اینه که پدرم همیشه میگفت که کاری که فکر میکنیم ما ناراحت میشیم یا پلیس ناراحت میشه یا چه میدونم عمت و خالت و داییت ناراحت میشن از اینکه تو انجامش بدی، اون رو انجامش نده، اون کاری که مشکل ساز هست رو انجام نده. و این اصلا انگار یه ملکه تو ذهن من بوده و حتی بعد از گذشت چندین و چند سال از اون موقع وقتی من میخوام یه کاری رو، یعنی وقتی توی یکی از موقعیت اخلاقی قرار میگیرم، همش به این فکر میکنم که خب این کاری که من انجام میدم نکنه یه نفر رو ناراحت بکنه یا باعث بشه که من این کار رو انجام بدم و بعد گیر بیفتم و بعد این باعث ناراحتی خانواده بشه. در از چیزی که میخوام در موردش صحبت بکنم در حال حاضر اون ارتباطی که ما با خانواده داریم و خیلی از وقتها، خیلی از اوقات، مخصوصا تو خانواده هایی که توی قسمت شرقی آسیا هستن، یعنی تو قسمت کلا شرق آسیا هستن اتفاق میفته. این کار باعث شده به خاطر اون محبتی که، به خاطر اون نزدیکی و صمیمیتی که وجود داره، خیلی جاها ما رو در تصمیم گیری دچار مشکل بکنه. به نظر من ارتباط ما، صمیمیتی که با خانواده داریم، بعضی موقعها باعث خودافشایی میشه. یعنی ما احساساتمون رو به راحتی بدون فیلتر کردن، بدون کنترل کردن یا تسلطی که داریم با خانواده به اشتراک میذاریم و بعضا خانواده یه سری قوانینی داره که این قوانین ممکنه که سختگیرانه باشه یا خیلی از جاها باعث بشه ما یه سری کارها رو انجام ندیم و همین قوانین و همین احساساتی که ما در اصل برای ارتباط بیشتر یا از قبلی که احساس میکنیم که خانواده ما یک محیط امنه، اون خونه که توش داریم زندگی میکنیم محیط امنه و اون احساسات رو ما بروزش میدیم، باعث میشه که افراد خانواده از پدر، مادر، خواهر، برادر و حالا توی قسمت‌های بعدی مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمه، خاله، دایی، اون دخالت بیشتری رو داشته باشن و این دخالت باعث میشه که اون مسیر زندگی که ما میخواستیم انتخاب بکنیم، تصمیماتی که ما میخواستیم بگیریم، دچار مشکل بشن، دچار یه اختلالی بشن. و بعد از یه مدتی وقتی این دخالت ها بیشتر میشه، اون تأثیری که افراد خانواده دارن میذارن رو ما بیشتر میشه، مسیر یه جورایی، اون افسار اون مسیر از دست ما در میره و یک جایی میرسه که این مسیری که از دست ما در رفته تبدیل به یک اختلال در زندگی ما، در روان ما، در رفتار ما و در بهداشت سلامت و در بهداشت روان ما، در سلامت رفتار ما میشه. و یه سری اشتباهات رایجی هم هست که اتفاق میفته و بعضاً به خاطر اون تقدسگرایی که توی خانواده ها اتفاق افتاده و ما فکر میکنیم خب پدر همه چیزه، مادر همه چیزه، من مادر دارم، پدر دارم، خیلی های دیگه مادر و پدر دارن، شاید این صحبت من به مزاج خیلی از دوستان خوش نیاد ولی یک واقعیتیه و تقدس اون پدر، تقدس اون مادر به حدی حفظ میشه که یک جایی میرسه که ما بین اون تصمیم درست و تصمیم غلط، تصمیمی رو در از اتخاذ میکنیم که فکر میکنیم پدر یا مادر ما فکر میکنه اون تصمیم درسته. یعنی عملا دیگه هیچ گونه اختیار و استقلالی در مواجهه با اون تصمیم، در مواجهه با اون شرایطی که داخلش قرار میگیریم نداریم. خب این در اصل زمینه‌های خیلی زیادی داره. من روانشناس نیستم و این صرفا نظرات منه که از طریق ارتباط با یک سری از افراد، با دوستان و تجربیات شخصی خودمه که اتفاق افتاده دارم در موردش صحبت میکنم. یک احساس خفقانی هست وقتی شما داخل اون وضعیت قرار میگیری که احساس میکنی هیچ کاری ازت بر نمیاد و تو نظرت اصلا مهم نیست، صرفا داری ادامه میدی، کم هستی، کار زیادی انجام ندادی. خیلی از آدم‌هایی که اطراف هستن، از قوم، اقوام، آشنا، خویشاوندان، اونا بهتر از تو این کار رو انجام میدن
و یک جایی میرسه که احساس میکنی در درون خودت یه سری حرکتایی کردی، یه سری اشتباهاتی داشتی و یه سری چیزهایی رو احساس کردی که اون مسائل و اون احساسات تو نادرست بودن. نگاه کنید، داشتم یه کتاب میخوندم، کتاب اکثرا توی بازار امروز ایران همین کتابا شدن کتابای در اصل موفقیت محور و این کتابه با اینکه خیلی تیتر عجیب غریبی داشت، تسلط بر احساسات، نمیدونم یادم نیست خوانندش کی بود و چون کتاب صوتی بود داشتم گوش میدادم، میگفت که همه احساسات صحیحن، همه احساسات درستن. چرا؟ چون احساسات ما بر اساس هورمون و اتفاقاتی که توی بدن ما بر اساس اون هورمونا میفته و در جهت بقا هستن. یعنی اینی که تمام احساساتی که ما در طول روز داریم احساس میکنیم، در از اون فیلینگز که حالا چه میتونه درد، ارزم به حضورتون عواطفی مثل غم انگیز بودن، خوشحال بودن، شاد بودن، نمیدونم احساس عصبانیت، احساس حسادت، احساس تنفر، احساس تعلق داشتن، تمام این احساساتی که داره اتفاق میفته به خاطر وجود هورمون هاست و هورمون ها تو بدن ما از قدیم الایام، نه این مال الان نیست، توی اون بقایایی که اتفاق افتادن، توی اون در اصل تکاملی که اتفاق افتاده، به جایی دارن ما رو میبرن که ما بقا پیدا کنیم. قسمت سروایو داستان هست. به خاطر همین تمام احساسات درستن. یعنی شما حتی احساس طرد شدگی رو که نگاه میکنید، در قدیم اگر بخواید جستجو کنید، خب اگر که شما توی قبیله زندگی میکردی و یک کسی تو رو طرد میکرد، شما برای زنده موندن شانس کمتری داشتید. و در اصل این احساس طرد شدگیه، این احساسی که شما میکنی که او من احساس طرد شد، احساس افسردگی میکنی، احساس غمگین بودن میکنی، ناراحت هستی، در اصل به این برمیگرده که شما در خیلی وقت پیش در گذشته این هورمونی که حالا ترشح میشه، من نمیدونم چه هورمونی هست، باید حتما در موردش مطالعه بکنم، به شما میگه که شما داری به مردن نزدیک میشی. یعنی زنده بودن شما و بقای شما به خطر میفته. و خانواده جز اولین نهادهایی که شما باهاش آشنا میشی و در اصل در زنده ماندن شما و در به قولن باقی موندنتون و بقای شما خیلی خیلی موثرن. و همین مسئله باعث میشه که ما به شکلی دلبسته و وابسته خانواده بشیم خیلی جاها و احساس بکنیم که اگر ما انتخاب اشتباه یا احساس اشتباهی رو داریم حس میکنیم در حال حاضر، بقای ما رو داره تحت تاثیر قرار میده. و خانواده‌های ایرانی متاسفانه یا خوشبختانه از این مسئله سوء استفاده عاطفی میکنن. یعنی سه جا باج‌های عاطفی وجود داره. مثلا نمیدونم شما ممکنه یا با خانواده که حالا پدرتون یا خانواده قسمت اول خانواده، قسمت درجه 1 خانواده یا قسمت درجه 2 خانواده شما یه کار شراکتی داشته باشید. نمیدونم شاید این تجربه رو نداشته باشید، ولی متوجه میشید که رفتار اعضای خانواده با کارگرهایی که اونجا هستن، با رفتار اونها با شما فرق میکنه و همین رفتار به یه شکلی داره نشون میده که خانواده از این مسئله عاطفی سوء استفاده رو میکنه. یعنی این یک اشتباه رایجه. یعنی نوع رفتار خانواده با شما با نوع رفتار خانواده با اون کارگری که داره اونجا کار میکنه یا کارمند شما هست یا مدیر فروش شما هست، این فرق میکنه. چرا؟ چون که خانواده های ایرانی یا خانواده های کلا شرق آسیا و کلا آسیا به واسطه
واسطه همون صمیمیتی که در موردش صحبت کردم خیلی 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 احساس مالکیت میکنن، یعنی احساس میکنن که مالک شما هستن. تو کتاب‌های مختلفی در مورد احساس مالکیت صحبت شده و کاملا یک احساس انتخابی، یعنی شما میتونید انتخاب بکنید که من مالک فلان چیز نیستم. اما نیازهایی وجود داره، اینو میبریمش الان توی بعد دیگه که اگر اشتباه نکنم دکتر گلاسر توی کتاب نظریه انتخاب در موردش صحبت میکنه. میگه که ما نیازهای مختلفی داریم که نیاز به قدرت یکی از نیازهای مهمیه که وجود داره. ما همیشه دوست داریم که یک چیزی مال من باشه. من دوست دارم اگر یک خودکاری رو خریدم این خودکار برای من باشه، فقط برای من باشه، مال من باشه. پس اونجوری که من میخوام نگهش میدارم، اونجوری که من میخوام باهاش مینویسم. اگر خواستم سرش رو بشکنم مال منه، پس میشکنمش. این نیاز به قدرتیه که تو تمام انسان ها وجود داره. توی خانواده های ایرانی اکثرا چیزی که من دارم میبینم، نظر دوستان رو در موردش پرسیدم، میگه که یک جوری این داستان مالکیت توش وجود داره، اینکه من مالک تو هستم، من بزرگت کردم. این کلیشه هاییه که ما اکثرا با خانواده هامون خیلی میشنویم، اینی که من به تو من چی برای تو کم گذاشتم که تو این رفتار رو با من میکنی؟ من به تو میگم که فلانجا نرو، من به تو میگم که این کار رو نکن، من خیر و صلاح تو رو توش میبینم. اگر این کار رو بکنی نمیدونم از خانواده بیرونت میکنیم، از خونه بیرونت میکنیم، حالا اصطلاحاً توی اصطلاح مردم بومی یا خودمون عاقت میکنیم و تو از نظر ما دیگه حذف شده هستی، قلبت سیاهه، قلبت تیره است، تو نمیدونم افکار منفی داری، کارتو درست نیست، راه رو داری بد پیش میری و کلیشه های بسیار بسیار زیادی که توی این داستان بسیار زیادن. یعنی شما وقتی میخواین در مورد این خانواده صحبت بکنید، به اون نقش پسر یا دختر یک خانواده وقتی نگاه میکنید توی خانواده، خب ظلم‌های بسیار زیادی شده در قالب این که ما احساسات تو رو در نظر میگیریم، ما نگران آینده تو هستیم، ما تصمیمات تو برامون خیلی مهمه. ولی گاهن خودخواهی در اکثر خانواده ها، در 70-80% خانواده ها، اون مسیری که خانواده نخواسته بره یا نتونسته بره یا شرایطش وجود نداشته تحمیل میشه به فرزند و بعد فرزند یک جنگی رو در داخل خودش ایجاد میکنه که من شاید آن چیزی نیستم که خانواده از من انتظار دارند که باشم. اگر تربیت اولیه درست نباشه که دیگه اصلا هیهاته. یعنی شما تربیت از 1 تا 2 سالگی رو شما نگاه بکنید، اگر این تربیت بر همین تربیت در استوار باشه که اصلا کودکی فرد نابود میشه. و خب یک نظریه های نامحبوبی هم در این قضیه است که خب شوخی های بسیار زیادی میشه باشه، خب ریشه در کودکی تو داره. ولی نه، واقعا همچین چیزی تاثیرگذاره، چون قسمت شناختی اون افراد، قسمت شناختی ماها انسانها بر اساس تجربیات اولیه ما در اوایل زندگی ما شکل میگیره، از دیدن، حس کردن، بویایی، شنیدن و نوع رفتار پدر و مادر که با ما انجام میشه، نوع تربیت پدر و مادر، کوچکترین ضربه‌ای که در کودکی یا کوچکترین تربیتی که در کودکی بر روی ما عارض میشه، اعمال میشه، باعث میشه که در طولانی مدت تاثیرات بسیار بسیار زیادی توی زندگی ما بذاره.